درود. من اومدم اینو بگم که شرمنده واسه اینکه صدا بده از ویدیوی بعدی همه چی درست میشه. بازم شرمنده. رو نگاه کنید. من داشتم از اونجا میمدم دنبال آیس بودم برای فارمش یکی اومدم دیدم اگم صدام کمی شرمنده چون که دیگه شب الان خیلی دیره، فکر کنم 1:02 اینجا اومدم دیدم این اینجاست. یه ذره مشغول شدم، من یه اینو دیدم اومدم اینجا. همین لحظه دیدم اینجا چیزه، بریم پایین. البته من رفتم دیدم ولی خب دور با هم بریم. من اینجا اینا رو کردم اول دیدم اوکی رسیدم به اون که اصلا پشمام ریخت ولی خب من سلکتاش نشم تو کردم اینا که دیدم دیگه زوق مرگ خالص شدم دیگه. دیدم ببینم این چی میفروشه، دیدم بلست 25 میفروشه، دیدم خیلی گرونه ولی خب بعد اینو دیدم گفتم به طرف چیکار اصلا برام عجیب تا اینو ندیده بودم، اینو خودم هم ندیده بودم. الانه داره پلاس پروتکشن نداریم. الان اوردر پلاس پروتکشن دونه 7 چه اینو بفروشیم دیگه. 84 چه ای جان. اینو که دیدم اصلا رفتم گفتم یا علی پشمام ریخت. اصلا از خوشحالی داشتم میمردم که دیگه واقعا کی اینا رو میذاره تو چست عادیش. من هنوز اینو نفهمیدم. بیا بذار مرتب کنم اینا رو. اینجا داشت. خب این ما اینو بذاریم اینجا. آهان خب من اینقدر خوشحال شدم اصلا نه هیچی نگفتم. من یه ذره آف کامرا آف ریکورد چی بهش میگن پلی دادم تا یه ذره قوی شم، تا زیاد یه ذره روالی نماشه. یه دونه پلتفرم رو حواس ساختم هنوز تکمیلش نکردم. میریم حالا با هم میریم و اینکه دیگه اینجا رو پیدا کردم و خوب عالی. بذاریم بهتون بگردیم اینا اینجا. تو منو دوست داری آره، لبات گیرایی داره، فدات بشم دوباره این قلب من تازه کاره. حالا خارجه که بوس کن منو، خودتو ملوس کن نرو، بیا کنارم بشین بابا دل بلوتوس کن نرو. واسه قلب تو منم کاندیدا، بدون عشق تو شدم پار میده، دلم به هیچ سمتی نه پیش نرفت. آخه چقدر خوشگلی بی شرف، غیر تو نیست بام کسی، تو خوشگلی با چشای فانتزی، تو سرما هم بی کاپشنی، تو مانکنه بی ساکشن. من عاشقتم میفهمم با تو اینو به من بوس بده با تم کاپوچینو. حالا پی ای ان آی پانی جون من دوست دارم نمیشه حالیشون. من بودن تو طالبی عجب دختر جالبی، فراد بشم که خوب آقا نگاه کنیم، ما میخوایم از همین اول خشن نباشیم دیگه. نگاه کنیم ما اینا رو لوت کردم دیگه بسه. کن طرف درآمدش به اینا بوده، بذاریم درآمدشو داشته باشه. حالا امیدوارم که زیاد از اصلا ناراحت نشده باشه. ما دیگه دیگه شرمندتم درآمد تو ازت گرفتیم ولی خب دیگه هم اسمپیه یا آقا ما شرمنده اینجا رو براش نگه می‌داریم. آره البته زایم هستم که نمیدونم اصلا چجوری بیسش لو نرفته. خب این همون که هیچ. خب آقا بریم من اونجا رو به شما نشون بدم. اینجا رو نگاه کنید، بریم که بریم نشون بدم. آهان خب
یه خلاصه بگم، من میگین پولت زیاد بود و اینا، یه دونه کلنگ ساختم به نام قباد پیک، همینجوری حالا فورچون افیشنسی شو که از کی استفاده کردم، آنبریکینگ مندینگشو اما چیز گرفتم اسمش چیه خریدم و خب اونا هر کدوم 30K 35K اینا پام در اومد که خیلی چیز شد. بعد یه چند تا اوردر دیگه هم دادم، یه دونه سنگم بود اینجا، بزنیم اوردر اوردر لیست چیه؟ اوردر لیست نداره؟ یا دیگه خرج شد ولی خب ارزششو داشت، ارزششو به شدت داشت. اینم وسایله که بریم بسازیمش دیگه. فکر کنم شما دیگه 2xش نکنیم، بریم و بیایم. نظرتون چیه؟ پس بریم بیایم. داشتم میمدم برخوردم به این و خب این تو رو که نگاه کردم این عزیز رو دیدم، بایستیم برادر خیلی سریع‌تر بود و خب نمیدونم میشه کندش یا نه، امیدوارم بشه کندش. اینجا میفروشیم بنده تا چیم میشد کندش. آقا من اینو نمیدونم واسه شدتون بگم، اگه میدونید میشه کند یا نه دارم بگید بسید. ما یه نگاهی به مپ بکنیم دوباره ببینیم چیزی پیدا میشه. این آمیتیسه؟ اینجا فکر کنم آمیتیسه، بس بریم ببینم. امیدوارم آمیتیس بشه. واقعا پول میخوام و بله آمیتیس، فقط آمیتیس کوچولویه. خب پس اینا رو هم داشت. کسی اینجا؟ نه. خب ما بریم اینا رو بکنیم و برگردیم. خب من کندم و خب کلا شد انقدر 311. من که دیگه میگم الان که من زیاد به پول احتیاج ندارم بفروشم، واقعا پول میخوام. این چی بود اسمش؟ بلاکه. اون خودم بره بالا، کدوم بود اسمش؟ فکر کنم بله این بلاکز خودم بره بالا، بلاک خودم بره. بله خوب داد دیگه، بسه. خب دیگه ما بریم بکنیم دوباره تا آماده شیم خونه رو بسازیم. خب آقا من اینجا یه ذره دیگه خسته شده بودم از ساختن و کندن و اینا، یه ذره رفتم ندرایت ماین کنم که حالا بیشتر پیدا میشه برای بعد داشته باشم دیگه، شما لذت ببرید. هدلتو مفتر مونستر شما بگید کی اومده؟ تک کرمانی اومده، تک کرمانی اومده. اولالا شای هدلت بیا، اولالا سینا مونستر بیا، اولالا علی بفتر بیا، اولالا اولا دستا همه بالا. به به این طرف از کدوم بر اومده آفتاب ده، گفتن داریم یه تو رو دیدم و دلم تاب تاب زد. میدونی که دیوونتم و بمونی یه کمی باش با من، دارم از سار دنیا یه جیگر خوب و پاک دامن. نمیدونی که چه ملوسه مگه میشه منو نبوسه، وای همش خواب میبینم دومات منمون عروسه. وای چقدر ملوسه، وای وای چقدر ملوسه، وای چقدر ملوسه دومات منمون عروسه. به به چه هوای خوبیه میچسبه کباب کوبیده، کوچولو من تو رو میخوام با اون موهای سرخ و لبای ژولیده. لبا تو بیارو بدش یه بوس فقط، اگه فقط یه بوس بدی
من میبرم تو را جت اسکی بگو قدم میزنی پس گیبان بازی میکنی بسکتبال یهو دیدی که میزنم میکشم خودم و میدم دستت کار وقتی که تو عصبانی میشی میمیرم برای اون اخمت وای این دختر چیکر میگره قلب منو میکنه میبره بشکم میزنه میپره طرفدار دین بره نمیدونی که چه ملوسه مگه میشه منو نبوسه وای همش خواب میبینم دومات منمون عروسه ددی تو دیدم و بهش گفتم برو به غلامی قبول کن زد زیر چش منو کبود شد همون شد هرچی که بین من و تو بود تموم شد ما رو باش که به خاطر که چک خوردیم پدرت منو میزنه میکشه نمیخوام بخورم کف گرگی چرا آخه هرچی من میگم میخوره به تیریش قبات بر ها غیر من لب در بکنی کی میره کلا چی شد نفهمیدم. خب دیگه پیدا کردیم چند تا شد تعداد چیزمون 10 تا دونه داریم خوبه. آره بریم ما دنبال چیز این بار دیگه واقعا بکنه. آره اینجا رو این بار دیگه واقعا اینجا رو تکمیل کنم برگردم. بریم الان شما اینجا رو اینجوری میبینیم بریم بیاین. خب آقا اینم از پایان کار تموم شد. حالا من الان اینجا دیگه تموم شد فروختم ولی 2 استک رو من فروختم 13 که و خب به عنوان چیز خیلی درآمد کمی داره. برای همین با این فکر افتادم که اینجا رو بزرگترش کنم و یا یه فارم کلپ بسازم، اما برای این پارت نه. به نظر من برای این پارت بریم یه ویلیج پیدا کنیم و خب برای پارت بعدیش ویلیجر رو یه بیس براشون بسازیم و اونجا این چنتی ها اینا رو اوکی کنیم تا یه ذرم ست بفروشیم. فکر کنم درآمد ست خوب باشه و خب بیایم بریم. مثلا من اینجا یه چیزی رو پیدا کردم به نظر من خیلی خوبه، میتونیم ازش درآمد خوبی داشته باشیم. آره من اینو رو مپ سیوش کردم ببینم چیه، چون که اگه الان مپ رو شما نشون بدم شما میفهمید بیس کجاست دیگه. ببینم کجاست دوباره برگرد. خب آقا بیاین اینو آوردمش اینجاست. وایسین از این ور بریم پایین. آره بعدم از این ور بریم پایین. یا علی ببینیم برسیم به اونجا خوبه. اینه بله اینه. من به این فکر افتادم که میتونیم یه کاری کنیم. ثانیه من صدای تو رو ببندم. خب به این فکر افتادم همینو من که یه استک 2 استک امرالدو دارم همینو بزنیم ببینم اسلش اوردر نشته باشه اسلش اوردر ببینیم الان آمبریکینگ 7K فروش بلست 7K فین براست 305. البته خب کلا 2 تا میتونم ازش بفروشم. آره بهترینش هم بلسته به نظر من. آره بهترینش بلسته، میتونیم بلست پروتکشن رو چک کنیم. آره و خوب بلست پروتکشن بفروشیم این چیز خوبیه و درآمدش هم خوبه. پس من برم الانه چیکار کنیم یه پوشن ویکنس درست کنیم بریم درست کنیم و برگردیم. من به این ویکنس رو زدم گلدن اپل هم بهش زدم دیگه تا درست شه بریم یه بوکشلف درست کنیم. یعنی بوکشلف میگم اسمش بگین همون لکترن چیه از اونها درست کنیم واسش تا کار راحت جمع شه. خب بریم و بیایم دیگه. درست نشدی
درست شده داداش. اینو بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا. یه ذرم دورم رو بکنیم. یه چی بده دود کنم بره یادما، یه چی بده دود کنم یادم برن آدما. این نمیزنم اینقدر زده به سرم، یه چی بده حالمو خوب کنه لاغلام. یه چی بده فرق کنه لاغلی، یه چی بده فرق کنه اوزامم با الان. انقدر زدم نیاجی به تنم، انقدر زدم ملکی هم سنگ تو بزنم. خب آقا درست شد. به سیلک تاچ، ولی چی به درد ما نمیخوره. خب سیلک تاچه به درد ما نمیخوره. دمت گرم. پس ما میریم چیکار میکنیم اینجا. کرافینگ تیبل برای اینجا میذاریم. بس و اینا رو هم میذاریم. بیش دیگه بده. اینا میذاریم اینجا، اینا میذاریم اینجا. آقا این چون که ما میگم چهارمیش چیز خوبی میده، این اولیش چیز خوبی نداره. اینم موقع به درد ما نمیخوره. دومیش هم خوب نبود، سومیش هم خوب نبود. این خوبه. بیا فقط چرا انقدر گرونه آقا؟ ما بریم بکنیم تا یه بلس پروتکشن جو کنیم. دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود، بخونم از ته دل ترانه باشه. این مندینگ داد با یه امرال چه عادیه. بذار من اوردر مندینگ رو چک کنم. اه اشتباه نوشتیم. کنم اشتباه نوشتم. اگر مگه میشه مندینگ نداشته باشه اوردر؟ بله مندینگ اصلا اوردر نداره. واقعا بهترینش همین بلسته. نمیدونم نگرش دارم ندارم. ای خدا چیکار کنیم؟ ما میریم تا بلست دیگه کاری که شد. با این بلست پروتکشن 3 بود، ولی خب ما بلست پروتکشن 3 حدوداً برای هر چندتاش اسمش چیه، برای هر یه دونش بخوایم یه دونه خود برای هر یه دونش 300 الی 400 تا پول باید بدیم. یه مثلا انویلش بشه هر یه دونش، هر یه آسیبی که به انویل برسه کمتر 100 تا پول انویل برای هر یه دونه، 100 تا هم 200 تا پول ایکس پی فکر کنم. حالا دیگه نمیشه تو بگیرم نگیرم. آقا ما میگیریم اینو، نمیشه کاریش کرد. میگیریم. چند تا بگیریم ازش؟ 9 تا ازش میگیریم. 10 اینقدر ازش میگیریم. بعدیش دیگه بسته میشه و خب گرون میشه. چی میده؟ بریچه. این الان بخوام به سیلش بدم چند ازم برمیدارن؟ 15 که برمیدارن. سن ببینم اسمش بریچ بود دیگه. بعد خب آیرون ندارم بس میخواد. چرا من غلط شدم؟
یه چیز ارزون 2K 3K چیزی نداره. این 7K یه خورد 7K ای نه تو 7K این 5K میده. خب دیگه بس اینقدر از اینا میکنیم 3 شد 5 تا شد عادی میکنیم اینقدر 10 تا انویل عالی. خب یکیشو بده به ما میره اینجا این 10 تا بره اینجا یه شاپ بزنیم چک دو کار خب بلست اوف اصلا نمیصرفه. حالا اشتباهی بود که کردیم ولی صرفه اصلا نداره. الان ببینیم ما چقدر مثلا چیز کردیم. 2K 500 پول انویلمون شد. حالا میبینیم چقدر. یه دونه دیگه هم بده قربون دستات کم میری. خب آقا ما 2K 500 پول انویلمون شد. 6K خب مثلش شاپ هم که بزنیم شاپ خود 7K هم پول بیشتر 7K بله 7K و 200 هم پول این شد. 7K و 200 و خود این اسمش چیه 7K و 200 و 2K و 500 9K و 700 با ما امرالدو بگیریم 10K. الان من میخوام سلش اوردر بلس الان این میده 8 نگاه کنید اینجا. آخ من پول بوکم هم حساب نکنم حدود 12 کیپ فقط میشه. الان من از این 12 کیپ کلا 30K سود کردم دیگه بقیهش ضرره. ببینید چی داره حالا. نه بذارشونی آره چه کار کنم ذره خوشیل کنیم جلس بذاریم بازم بخوایم ببینیم بعدش چیه. جلس زیروتا رو میذاریم چند بذاریم 7 دیگه بازم ادامه داره و ماشاءالله فکر کنم که 3 میدیم اوکلاک ایوه زبان خوب. اینا و کجا بود شو یه دونه دیگه هم بوکش میکنم. آقا این کار صرفه نداره اصلا. حالا شما تو کامنت من راهنمایی کنید ولی خب به نظر من صرفه نداره. ببینید این داداشمون خیلی خوب میخواد نمیزنیم اینجا این وادم زرافت
آقا فکر کنم دیگه برای این پارت بس باشه. دمتون گرم که دیدید. تا درودی دیگر، بدرود.